توجیکون پیچه تقدیم میکند. بس سکنون در این مسئله دیگر چیزی شنیدن نمیخواهم عبدی. مرا فهمیده ایستاده ای، فراموش کن. به تو چند بار گویم مسئله الیف تمام شد، فراموش کن میگویم. الیف به این خانه کلین شده نمی آید، فهم این را عبدی. الیف را فراموش کن. مریم به خانه می آید یگان آوازتان نمی براید چه؟ عبدی قهرم را نآر، چه ها میگویی تو؟ باز چند باری دیگر گویم چرا مرا فهمیدن نمیخواهی؟ الیف نیست، دیگر نیست. وای مسئله دیگر اینش دیگر. درست چه؟ و فکری منم مسئله ها را آمیخته کردن لازم نیست. مریم از پیش شوهرش گریخت. الیف باشد از خانهش گریخته به نزد من آمد. تو دیوانه شده ایستاده عبدی. الیف است، تو گریخت و عقلت را هم گرفته برده است. با برگشتن مریم بسیار کاردار نشو. یک چیز را میدونم که آوازم را نمیبرارم. فهمیدی مرا نمیخیل. بسیار کاردار نشو میگویم به تو. برگشته بیاید عذابش را میبیند. باز خانه رفتنش 100 پشیمان باشد، از بازگشت 1000 بار پشیمان میشود. خلیل 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 خودش نآمده دادری قاتلش را فرستاده است. خلیل آه خلیل 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 بیرون برو. خلیل برو میگویم به تو. خلیل قراجان بیرون برو. خلیل دادا با کجا میروید؟ به هیچ کجا نمیروم بچم. با پایان رفته زود برمیگردم. میلش کنی بینم چه زود به جایگاه. خلیل باز گفتگیت رو نکردی خلیل. تو از مویش کشلا کنان می آوردی. بین خودش نامده دادرش را فرستاده است. او چه؟ در اون درا چی نگاه کرده ایستاده ای؟ آمده من به در اون درارم. عمر در کجا ساکنه؟ وقتی آمدن احپت رو فراموش کردی یوسف؟ یا که مریم نمی آید گفته آمدیمی. نه اوچه، این باز شته خوردن میخواهد. عبدی باپا هم با اینجا اومد گفته پوچیدنی اومدم. عمر در کجا ساکنه؟ اپا شما خوب هستید؟ عمر تو چی ها میگویی یوسف؟ چه خیل در خانه نیست؟ از جبر و جفاهایتون عقلش یک رفته یک می آید. باپا هم نغز نیستند خلیل. به من راستش رو گوی ساکنه.
ба умар ягон коре шуд. апамро соҳиб шуда натавонистам гӯ Юсуф. ба инҷо бо ту ҷонкунӣ наомадам. мақсади ман апамро ёфтан. бо он аҳвол кӣ медонад дар куҷо бошад. вай шаб бошад мисли шабгардҳо баромада рафт. кофта баргардем аллакай дар хона буд. аммо ин сафар ин тавр бошад кофта ёбӣ. ёфта чӣ кор мекунӣ? ба як зани девона шудаги кӯдакатро меспорӣ магар? оча бо ӯ ягон чиз шуд. гап зан охир, сокина. халил ягон кор кард. апа истед. умар нағз аст, хавотир нашавед. сокина зуд ба поён фаро. апа умар дар уҷраи халил оғом. сокина куҷо шудӣ ту? хобам бурдааст халил оғо. хоб нарав. умарро аз ҳуҷрам гиру то саҳар чашматро напӯш. фаҳмидӣ? фаҳмидӣ маро? ганидав зудтар. як тараф исто абдӣ. гапи оғоятро нашунавидӣ? шунидам ҳазан модар. чаро истодаӣ набошад? вай аввал як ҷой бушҳоро иваз кунам гуфта фикр кардам. фикр накун, кун. сокина, сокина. тоза аст ин ҷой пӯш. чияшро иваз мекунӣ? рост дирӯз иваз карда будам, фаромӯш кардам. фаромӯш мекунӣ? кӣ медонад дахлат дар куҷост? бин умар, дигар гап назан, майлашми? 1 2 3. ба куҷо рафта бошанд? умарро ҳам гирифтааст. апа чӣ кор кардед? чӣ мегӯем акнун? сокина, чӣ кор мекунӣ? дарвоза қулф шудааст ё не? я хабар гирам гуфтам. мон дарвозаро. умарро гирифтӣ? ҷавоб де, мегӯям. гирифтам. нағз майлаш. имшаб як ҷоя хоб меравем, умар, майлашми? бозӣ мекардем ку? бой додед, ана бой додед. биё аз нав сар мекунем. то хоб рафтан, гап задан, ба касе ҷавоб додан мумкин нест, майлаш? фаҳмидими? кани рафтем. ба ман нигар. мариямро дар ин ҷойҳо надидӣ? надидам оғо. майлаш, рафтан гир. тақсим карданро дӯст намедорад, аммо ту вай тарафро гир, ман бошам ин тарафро. гум шуда мерафт то қиёмат халос мешудем. ёбанд ҳам фарқаш нест. маълум аст ки дар саратон боз ягон фикр ҳаст, оча? ман ҳар чӣ фикр мекунам барои хубии мо аст. инро фаҳмида гирабдӣ.
این دفعه در فکرتان چی باشد؟ خواهری کیزبان در یادت هست؟ اوه چه شما بلوید. از شما ترسیدن لازم اوچه. هنوز در خوردیش مرا مجبور میکرد که او را ینگه گویم. اکنون کلان شد و تو را باز هم ینگه میگویی. مریم! اپا اپا در کجاید اپا؟ مریم! مریم! Oyşa xola. Oyşa xola istəyir. Bu rez az روحم فاطمه. Oyşa xola. حالتون خوب نیست. با این احوال با کجا میروی؟ این خیلی خبر رو انتظار شده شینم. از این بدتر میشود. برس. Oyşa xola istəyir. Yavuz, تو اینجا مون. اپا باید از نزدش دور نشه. مالش. ساکینه؟ مریم به خانه آمده بود مگر؟ وی آقا گپ زن آخر ساکینه. عمر چی شد است به عمر؟ عمر نیست. چه خیلی عمر نیست؟ مریم اپا برد است. کجایند آنها؟ Oyşa xola. Oyşa xola کمی زید. دم گیرید. چه خیلی استم فاطمه. چه خیلی استم. Oyşa xola. بچه در اینجا چیکار میکنید؟ رفتی دیگر بد نگشتی بچه. آسان است مگر انتظار شدم. منو ببخش یوسف. منو گوش نکردم. چی گپ شد؟ یافته نتوانستی اپات رو؟ نیافتم. شاید خلیل یافته باشد. خلیل می قصر را رفته دیدم در آنجا نیست. چی شد؟ یافته توانستی؟ یوسف کجایم؟ چی ها میگویی خلیل؟ عمر و مریم در کجایم؟ چی؟ Oyşa xola. Oyşa xola. خود را به نادانی نزن. تو مرا در بیرون به گپ گرفتی و مریم پسرم را دزدیده است. خودتان را به نادانی نزنید. چی ها میگویی خلیل؟ عمر هم Oyşa نیست. xola. Oyşa xola. بچه چی میشد؟ مرا فریب دادی تا وی کودکم را دزدد. با فکرت خبردار باشیم چرا گفته ایستاده ایم؟ یعنی چی؟ گم شدن مریم و عمر را فهمیده از ساختکاری ها دلزنک شد مگر؟ Oyşa xola. بچه چی شد بچه؟ بچه صبر کنید بچه. قفصی سینم یک Oyşa دردی xola. هست. بچه جان Oyşa.
oyisha xola orom shaved iltimos oyisha xola فاطمه اپا برای دکتر بردن ماشین یافتن در کن شاید که سکته دل میگذرانند maylash اوچه جان طاقت کنید اوچه طاقت کنید kezban darokshoyed kezban daroksho darokshoyed kezban اومدم kezban طاقت کن اومدم daroksho تمام kusho kezban اومدم بین چی میگفتی چی شد؟ گویا امشب زنت به خانه برگشت از پسرت هم موندی اوچه به این هم جانم در گلویم باز شما هم سر نکنید این خیل باشد غضبت رو رفته از آنها برار با من چه دق میزنی؟ دیده و دانسته بدام افتانده انت را دزدیدند عمر را یعنی چی؟ گم شدن مریم و عمر را فهمیده از ساختکاری ها دلزنک شد مگر؟ از دست آنها هر چی می آید ساکینه به من نگر ساکینه اگر تو از این کار خبردار باشی اگر باشی از این پس با آنها همکاری میکردگی رو در این دیه زنده نمیمانم هیچ کس را فهمیدی؟ пагоҳ ба кори хоҷагӣ сар мекунӣ гуфта дидаву дониста ба мурдани зан сабабгор мешавӣ гӯш кун кезбан халил моро аз ин хона бароварда шуморо овард агар маҷбур намешудам ба дари ин хона намеомадам худат гӯй اینها کجا شدن؟ نه؟ در کجایم؟ بخیر از من کسی نیست در کجایم گفتم ابله؟ نمیدونم نمیدونی ابله؟ در کجایم؟ نمیدونم در کجایم؟ گریز من خودم مییابم یازنه کسی نیست عمر بچم هیچ کسی نیست در خونه گریز از پیشم دیدید کسی نیست یازنه عمر بچه جان نمیدونم کجا پینان کرده؟ ابله بچم را کجا کرده؟ نمیدونم طاقت کنید اوچه طاقت اوچه یوز رو هم خبردار نکردیم شما را هم آواره کردیم چه خیلی آواره برادر در چون این وضعیت دهات است روز می شود هر یک کس به یکدیگر محتاج می شود روز می آید قراجانی ها هم به یگان کس محتاج می شوند امروز کار پر نیست اما خواطر نشوید مزدتان را میگیرید تا بگاه یگان جایی میکافتگیتان نماند مریم و عمر را کسی یابد مکافات میگیرد هر کس جایهای میکافتگیش را در یاد دارد زود سر کنید
خلیل مکافات گفتگیت چیست؟ مکافات به صاحب نمانده است که دویده گیری رئیس. کنی تو هم از پی کار. کی را میکوبیم؟ زن و فرزندم گومند. در است دادرش در اگانجا پنهان کردگیست، اما باز همه جای را دیدنمان لازم. دادرش گفتگیت همون معلمی؟ الکه شناس شدید؟ نه شناس نشدیم. دینه در باره‌اش کیمچی شنیده بودم. بسیار نقص. شنیدگیت بس از این تر باشد. بسیار نزدیک نشو. چه خیلی که خواهید آقا؟ خیر تو چرا دیر ماندی؟ یک و یک باره کوچیدیم. در خانه پیشتر یک دو چیز مانده بود. آنها رو گرفتنی رفتم. اکا یوز خوب هستی؟ از شما خیلی خاطر شدم. یوز این رو با تو کی کرد؟ خلیل؟ ناکس من به او نشان میدهم. اکا استید اوچم در کجاست؟ بیا کنی اینجا شین. بین یوز. اکا یکی یوز اوچم سکته دیل گذرانیدند. حاضر چخلند؟ در بیمارخانه فاطمه اپا هم همراهشون. دکترها کوشش کرده ایستادند. جای خواتیر شوی نیست. وقت و ساعت شاید هم از این دنیای فانی کوچیده می رویم، اما در وقت زندگیمون عهده‌داری ها داریم. در پیش اوچم وظیفه از همه مهم عمر و اپام رو یافتن است. عمر هم گم شد یوز. این شب وقتی که درباره اومد گپ زده ما رو میزد نفهمیده بودم. بله احتمال زیاد است که اپام عمر رو گرفته به یکون جایی که آنها رو کسی نمییابد پنهان شدند. انا اینه بین درک شده مونده است. عیب استی عیب. اومدن امینه رو فهمیده از خیالم. امینه هم او رو انتظار است که درش رک شده مونده است. چی روزهایی رو ندیدیم. همین هم کار شد و تربیه. عیب استی عیب. سرم را کفاندن چی بوده است نشان میدیم به تو. اشتیای آقایم خیلی پریده است. زنش کن مایلش اقلا پسر صحت سلامتی یافت شود. ساکنه چای بیار. نخوردم نمیشد که آقا. نمیخواهم. کذبن درست میگوید خلیل. تو حاضر با جای آنها هم خوردن لازمه که
به شما املت پنیری پزم آقا؟ نمیخواهم. تنها چای میخواهم. چای. با کم چوه. معقول شد چای من. معقول شد. مرحمت سید بابا. سلامت باش بچم. بخیر است؟ امروز قهوه خانه خیلی خالی است. من هم نفهمیدم سید بابا. آنقدر کار هم ندارم. این خیلی بینی. بعضی ها کار بسیار باشد هم کار نمییابند. آمده در اینجا وقت میگذرانند. باز به ایز غیبت کرده میشینه. این خیلی گپ زنیم ما هم غیبت میکردگی نمیشه مگر؟ راست میگوید سید بابا. یعنی چای نوشی بهانه و غیبت کنی میماند. نام این جایها اساساً قرائتخانه، یعنی مکانی خواندن. آدم که به خواندن مشغول نشود بیکار میماند، در دست شیطان بازیچه میشود. اومد مریم مریم در کجایی؟ اومد مریم در مریم اومد مریم عمر در کجایی؟ عمر اومد مریم اومد اومد عمر مریم مریم اومد گرچه از نبودن پدرم آنقدر شکایتچی نیستم اما یوز چی گپ شد؟ یوز بچم تینجیست؟ یوز چی گپ شد؟ اپام عمر از این شب گمند. چی؟ و چرا دین خبر ندادید؟ بچم سکته دل گذراند. یوسف اکم تمام شب در بیمارخانه بودند. سکته دل؟ حالا خوبترم. فاطمه اپا در نزدشان. حالا یوسف در کجاست؟ با کجا ایستا میگویم. ایستای اپا. صورت تنها به زن و کودکو برسد همیخیل نه؟ با اپام حیات رو زندانی کردی. چی کردنش رو نمیفهمیده گی شد. عمر رو گرفته گریخت. این رو شنیده و چم سکته دل گذراند. گویا همه اینها بس نبود باز رفته یوز رو زدی. نقص اکنون نوبتی تو رسید. یافتم آنها را یافتم توفه از من بشود. ساختار کپیت میکشم تو را ابله. خلیل داو مریم قفل را شکسته به خانه امینه در آمده است. عمر کتی خوابند. داو کنی داو یک دقیقه خلیل چی گپ رئیس؟ مکافات را سزاوار شدم. خلیل چی ها میگویی رئیس؟ راه گرد. خلیل بیایید سید بابا داو
تستر داو با من نگر رئیس. با من بسیار بازی نکن. هر دو چشمم آب شوند که در اینجا بودند. رسند که این طرف باشد. در نظرم ننما. یوسف خلیل حاضر وقتی جنگ کنی است مگر اول مریم عمر را یابیم، بعد هر قدری که خواهید جنگ کردن گیرید. رفتیم. راست میگوید سید بابا. کوشش نکنه دادا، امروز در قهوه خانه مشتگی روز نیست. احمق، تو در قهوه خانه شیشته کی می آید؟ کسی مریم عمر را یابد خلیل تحفه می دهد. همه به شکار برآمدند. اما اگر ما میافتیم میابیم دادا، اما برای توفه نه، برای یوسف اکم و عایشه انگم. احمق، برای تشکری خالی کار میکنی. اوف. امینا. اوف. ای امینا، تو از من خلاص نمیشوی. تو را میابم. اپا عمر، اپا مریم اپا. مریم عمر، مریم. توفه از من بشود. توفه از من بشود. اپا عمر، عمر، اپا عمر، اپا اپا. مریم و عمر را اگر تو یابی فکر نکن که به خانه برده میتوانی. من و تو چی میخواهیم مهم نیست، اپام چی میخواهد مهم است. پیش تو آمدنی میبود به این هم حالو در قصر میشد. اپا عمر، مریم اپا، مریم اپا، اپا عمر، جما چی گپ دادا؟ اینجا بیا. بیا. من میروم. چی گپ دادا؟ از توفه دست کشیدید خیالم. با من نگر، چشمت رو کلام کشا. اول ما یافته توفه را البته گرفتن ما لازم. مدامه که اینقدر خواهش دارید برای چی رفت استوده دادا؟ کدام کارو کنم نمیدانم. برای الیف به هر سو خبر داده بودم. چه خیل خبر؟ الیف را به شوهر میدهم. امشب باشد خواستگارها میآیند. تو هم بسیار دیر نکن. فهمیدی؟ پدرت چی گفت؟
вай не ҳеҷ чиз нест ҳамин хеле як гап заданда یوسف پسرم در این تاریکی یافته نمیتوانیم بیا برگردیم شب دم گرفته سحر بعد از نماز باز به کفتکو میبراییم مایلش اگر اجازت باشد کزبان رو هم برم با شما دل ما پختم آقا باری ککک قلم برین ساکینه با کزبان آنقدر ساز نگرفتی خیالم نه چرا سوز نگیریم با تو چیزی شده است نه؟ وای آقام دینا شب گپ زدنی حزل موده رو عبدی آقا رو شنیدم چی شنیدی ساکینه؟ اینی کسبانم پا یک خواهر داشته است چی شده است با خواهرش؟ با مریم اپام یگون علاقه دارد یا ندارد نمیدونم اما انا همون خواهرش رو گپ میزدن امروز باشد حزل مادر از کسبان اپا کی اومدنش رو پرسید کی اومدن کی رو پرسید؟ خواهرش رو کسبان اپا روزی در روز درباره اون نقل میکرد چی میدونم نمیشناسم اما از چی باشد از روی نقل به من معقول نشد قوم شما میشناسید خواهری کسبان اپا رو چه خیلی آدم است آفرین ساکینه انا همین خیل به گپای خانه دایی ما گوش انداز فهمیدی؟ ای خدا از دستم هیچ چیز نمی آید دست و پایت را کی بسته است؟ دست و پایم به بستگی سعید بابا نمیدانم چی کار کنم من در این حالت چی کرده میتوانم؟ بچم انسان یک سنگ خوردی افتد خدا جان من چی کردم که این سنگ افتید گفته از خودش میپرسد آدمی بفهم باشد در راه با پایش خاره درآید با چه حق میدارد این به پایم میگوید این را به اینجا کی پرتافت گویان میستد سعید بابا من مگر میخواهم با چنین کارها سر به سر شوم خودشون به سرم میآیند آخر نگاه کن یوسف در این دنیا هر یک انسان به طور خودش مشغول و درد و مشکلات دارد یعنی که دیغم و درد کسی بوده نمیتواند گپتان درست این طور باشد انسان چیزهایی که او را مشغول میسازند درست انتخاب کردنش لازم فانی را یک سو گذارو و پاینده‌ات مشغول شو کاری اساسی تو چی باید باشد؟ من یک آموزگارم این طور باشد همه ای کارهای تو را مشغول میکنند از جاهلی نیست مگر؟ بله این طور باشد وظیفه اساسیت را اجرا کن چونان اندرمان شو چونان از پسش شوکی دیگر غم و مشغولیت ها راه یافته به سرت ندرآیند این برای من آسان نیست خدا به کسی در یک وقت دو امنیت یا دو ترس را نمی دهد تو کاری اساسیت را کن غمی آن کار را خور این زنازنی ها شاید به نفست خوش می آید اما رضای حق از همه چیز بالا بودنش لازم من تنها آسایش می خواهم حالا که آسایش در دوری ها نیست در پهلویت است اما درستش را انتخاب کرده آسایش را یافته می توانی من یوز رو به جایگاهش خوابانم یوز کنی خیز سعید بابا
چی گفتنتان رو نغز نفهمیدم اما شما رو گوش کردن خوب بود. اکنون اجازه دهید من روم. استغفرالله جما. باز اگه وقتی صحبت میکنیم. اگرچه خواستگارها نمی اومدن من می ایستادم. چه خیل خواستگارها جما؟ برای الیف پا می آیند. این گپ از کجا بر اومد؟ دادم با این کار کی وقتی افته است نمیدونم، اما پرتلاشیش رو نگاه کنی الیف پام رو زود برآوردن میخواهد. وای در نظر گیرید گفتنی بودم. شب خیر. مرحمت. رحمت دخترم. مرحمت. مرحمت. گرید. احوال یوسف اکام بسیار بد. به یوسف کارم چی؟ نه یعنی مریم اپام عمر گمان کو. انشالله تیز یافت میشه دگستن. اویشه انکام در بیمارخانه. اویشه خولا بچه های صبر نکردن. خدا خواهد به اینش هم صبر میکنن. با بالای این اومدن خواستگارها رو هم فهمید. با این قدر غم باز اویشه خولا فکر خواستگارهای مرا میکنن. نه یعنی هدیه روان کردهش رو در دست دیدم و بسرم اومد. غمی کدام یکیش رو خورم نمیدانم. روزی در روز اپام و عمر رو گفته به نزد مادرم هم رفته نتوانستم. یکان جای خواطری نیست. فاطمه در نزد مادرت هم مادرت را سیاد میکردگی درباره مریم و عمر خبری خوش آوردن است. این رو میدانم. از همین سبب این جایها رو پرتوفته نمیتوانم. این طور باشد تو هم راضی باشی. من پگاه با بیمارخانه میروم و مادرت از تو سلام میرسانم. با تو هم از احوالش خبر میدیم. خدا از شما راضی باشد. الله از تو بر این فرزندهای صالح نیز راضی باشد. خای ادب درون بودگی ها رو کی میدهی؟ کجا شده شما؟ و من نگر الیف کاری به عبدی کردگیت را با اینها هم کردنی شوی؟ اگر چنین نیت می داشتم قهوه هم تیار نمی کردم. خیلی چی نیت داری؟ هفته دیگر بیاین انگشترین می پوشیم. اپا آخر رویش رو ندیده ای؟ دمتا گیر تو. برای تو بیام بعد از تو می پرسیم. الیف بین باز ما را احمق نکنی. نه بین من رفته میگویم. میلش. اما وقتی پوشیدن انگشترین ها میخواهم که باز یک نفر دیگر اینجا باشد. کی بود از تو؟ مادر کلانم. مادرم مرده باشد هم اقلا شخصی که در دستش به دنیا اومدم در روز خرسندیم در اینجا باشد. این را سخت میخواهم. یگانه دردت مادر و اپد نیست برین. میدانم یوسف، میدانم این خیلی نیست. یوسف جان، محبت منبع حیات است. عشقان نبود که همچو بلبل نالی. هرگاه بیمیری و ننالی عشق است. من در این نقطه کی بودنم رو نمیدانم. دل انسان قابل وسع شوی است.
برای آنهایی که دلشان را گشاده می توانند در آنجا جای نشست پیدا می شود. مهم آن که هر می آمدگی جایش را دانسته در آنجا ایستاده تواند. بس است آقام، بس است. این تر در دستتان نگاه داشتن گیرید، بوی شما را به سرشان گرفته تاب خورده باز شما را میبند. های وقت لطت رحمت شاکیر. من به شکار بسیار برآمدم اما این به سرم نآمده است. شکارهایی که ما در وقتش میبرآمدیم به شکارهای شما مانند نبودند. ما به شکار انسان میبرآمدیم. دختری کسی از خانه‌اش میگریخت نزد ما میآمدند. در بین 2 ساعت آنها را زود پیدا میکردیم. از بوی رومال دختر در یک لحظه. دراز نکن. اینجا قهوه خانه شکارچیان است. شاید حیاتشان در خطر باشد. تو باشی چیا میگویی؟ گیر سگ‌ها را. گری زودتر. مریم اپا. عمر. عمر. شما کجایید؟ عمر. مریم. هر کجایید؟ مریم. عمر. مریم. عمر. کجایید؟ مریم. مریم. هر کجایید؟ عمر. مریم. شما کجایید؟ مریم. عمر. مریم. و چی است علی جنگیز؟ کارت. کارتی چی؟ دکتر مختار می؟ همون برین. یک نمود دکتر به دردی هر دویمان درمان میشدگی. یک دکتر. انشالله علی جنگیز، انشالله. جانم شوی مدامی که این خیلی است رفت زودتر. یا باید دکتر علی جنگیز. امروز رفتم میابم. مایلش چه من میبرویم. آهسته بچه، آهسته نوش دهانت را دیر میسوزانی. موندم دیر. یوسف اکا همشون به کافتن برآمدگیستن. چی شد دادا؟ شما امروز به شکار نمیبرایید؟ میبرایم اما به دیگر شکار میبرایم. که این تو هم شف نکن، زودتر باش تا فرا به دیگران بای ندهیم. چی این طور نگاه میکنید؟ آسان است مگر دوادوی توی؟ درباره توی الیف میگویم جانم. خالات خورد خوراکش را؟ داروهایش رو چی؟ بله. خیلی تو چرا این خیلی غمگین هستی؟ گویا که بسیار پروا دارید. چرا این خیلی میگویی الیف؟ دروغ می. شما تنها در آخر از گپم نگشتنم را فکر میکنید. خالات در روز شوی تو را میخواهد بیند. از گپم نگردم گفته بوفند و فریب مرا خوشحال کردن تا لازم نیست از نه. یگانه آرزوی شما با امینه توی شدنتان. و تو نغزی هم کرده نمی شود. امروز یک چند ساعت در نزد خالم استید. این هفته توی داشتنم رو به مادر کلانم خبر داده بیام.
امروز نمی شود. کار دارم. تویست؟ من رفته می گویم. الیف دخترم با من یک پیاله آب میبیاری؟ حاضر خاله. علی جنگیز حقیقت رو از الیف باز چقدر پنهان میکنیم. تا مردنمان شکریه. تا مردنمان. چه خیلی شده است آقا؟ تشکر کیزبان. بعد این قدر صبح قهوه بیخف نوشیدن این خیلی سرخفش معقول شدگیست. قهوه خفدار گفتی کیزبان. به سرم آمد. خواهرت چه خیل؟ مثل پیشتر بر این گشت است آقا. یعنی همین خیل. اوچه من میروم. رفته بینم کفت و کب در چه حال است. مایلش. چی نگاه کرده ایستاده ای؟ کنی گریز؟ سلام عبدی. سلام رئیس. چی شد؟ ترسیدی می؟ نه عبدی. سراسیمم. با کاری سراسیمه شیطان خوش می شود نمیدونستی؟ ما با شیطان پیتان کاردار نیستیم عبدی. شیطان از بنزد آمدن می ترسد چونکی اما من تو بری نیستم. با شیطان کار دارم. نفهمیدم چی خیل؟ در ده ماشینای ناشناس رو بینم کاردار می شوم. مثلا اگر وی ماشین در نزد خانه شما ایستاده باشد. کی میداند به خانه کی آمده باشد؟ راست. دروغ نگو رئیس. گرچنده که دروغگویی به تو بسیار میزیبد. این دفعه دروغ نگوی. شاهدان هستند دیدند که از ماشین فرامده با گل و شیرینی ها به خانه در آمدند. زیق نشوی گفته به تو نگفتم. اگر ما رو زیق کردنی باشی خودت هم زیق میشوی. خیلی چیکار میکردم عبدی؟ مهمان رو از نزد در پیش میکردیم. جوابشان رو دادیم رفتند. اینش رو هم میفهمم اما از تو نیو از آدمی جوابش رو میگفتگی میفهمم. مایلش راو دیر نمون. عمر اپا یوسف اکا عمر چی شد جیما؟ اپا عمر اپا وای نپرسیدید دین شب الیف اپا هم چی جواب داد؟ هفته دیگر نکاح میکنیم گفت. مبارک شود. اکا یگون کس اومده ساکینه رو پرسد رفته قصر قراجانی ها رو میسوزونم. یعنی چی کار میکردم؟ رفته خونه هاتون رو میسوزاندم؟ میسوزوندید اکا؟ این خیل نمیشود جیما. من رازانم مگر که آمده خونه هاتون رو سوزانم. هم به زوری زیباگی نمیشود. خودت نگفتی که حتی نامم رو شنیدن نمیخواهد؟ اکا گفتم اما بینید وای هدیه روان کرده تون رو نکشد اما نپرتوف کو. دین شب هنگام انتظار شدن خواستگارا در آخر چی جواب داد؟ حتی بروی بچه ها نگاه هم نکرد. معلوم که فکر و خیال من باشد اپم و عمر رو یافتند. سید بابا باشد از مادرم خبری خوش بیارد. کنی خیز خیلی دم گرفتیم.
آقا خلیل آقا عمر اپا عمر اپا عمر فوزیل بدتر گپ زنیم مایلش مریم اپا نجوم گم نزن گپ زدن من است بازی رو بای میده بیا حاضر وقتی بازی کنی نیست فوزیل کودک میترسد اوچهش در پیشش اما کودک میترسد اوچهش در پیشش بیا عاجلا رفتنمان لازم آقا. باز خطا نکرده باشی. درست دیدی شاکر؟ آقا دوید یک بارک مرا گوش کنید و دوید. اکنون وقت از این هم خلاص شدن رسید. سلام الیف. در دیها همه عمر و مریم رو کفتنی رفتند. کسی نیست که کمتر صحبت کنم. زیخ شدم. یک خبر گیرم گفتم کمتر گپ زنیم، کمتر صحبت کنیم. مثلا دین شب اومدگی رو نقل کن. اونجا آنجا چی هست در اینجا؟ چه؟ بابای در خوردی همون من و یوسف تقویت رو به اینجا آورده افسانه نقل کرده بود. مریم من هم حاضر به تو همون افسانه رو نقل میکنم. Dolu dizgin akan sular durulacak bekle de gör Arşı duran